خب سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگواران. قرار بود که پست‌های آتئیسم رو بذاریم. خب آتئیست‌ها بحث‌های مختلفی رو مطرح میکنن. من ابتدا موضوع تجربیات نزدیک به مرگ رو انتخاب کردم که اول این بحثش جمع بشه، شما بدون اونا چی گفتن در رابطه با تجربیات نزدیک به مرگ برای شما قانع کننده میشه. شما اگر خدا باور هستی قانع کننده میشه براتون. اما اگر شنونده آتئیست باشه یک سری شبهات اونو دارن، مثل مسئله شرع، علیت یا یک سری مسائل دیگه که اونها مانع از این میشه که بپذیرن، یعنی گارد میگیرن و چیز طبیعی هم هست. بنابراین من خودم توقع ندارم که با این چند تا پست اونا از تفکرشون دست بکشن، چرا که اصولا تعصب رو خداوند خلق کرده. من در مورد تعصب هم یک پست مفصلا میذارم، مسئله مهمیه. این رو به عنوان یک نقص بعضیا میدونن، چیز بد میدونن که مثلا تعصب نداشته باشه. نه، تعصب چیز خوبی، همه تعصب دارن. هر کس میگه من تعصب ندارم داره دروغ میگه، یا حواسش نیست یا داره دروغ میگه. تعصب داره. خب پس ابتدا در رابطه با تجربیات من کلیپ‌هایی رو میذارم، چند تا پست فکر می‌کنم بشه. بعدش میریم به صورت موضوعی چند تا مسئله رو من باید حتما میگم، مثل مسئله شرک، مسئله خیلی مهمیه باید حتما گفته بشه، و قانون علیت، یک سری مسائلی که بنیادین هست اونا رو باید بگیم. بعدش میریم سراغ داروینیسم و بعدش خود تجربیات رو به صورت موضوعی کار می‌کنیم. انشالله اگر عمری باقی باشه و مشکلی پیش نیاد. و یک سری مسائل سیاسی هم اینا عنوان میکنن، اینها رو من اگر حذف نکردم در آپارات مجبور میشم حذف کنم، چرا که پستم و اون کلیپ هم احتمالاً حذف میشه در آپارات. این مطالبی که ما میگیم در رابطه با آتئیسم مورد رد یا تایید دکتر موضوع نیست. در پست‌های قبلی من گفتم، ولی الان باید بیشتر اینو من تاکید کنم، چرا که مسائل خیلی ریز میشه و احتمال اختلاف زیاد است. پست‌های قبلی من حدسم بر اینه که بالای 90-95% دکتر موضوع قبول داشته باشه. به هر حال البته حدس من. ببینید ما این بحثی که می‌خوایم در رابطه با آتئیسم داشته باشیم صرفاً یک گفتمان هست، یک حالت میگن کرسی آزاداندیشی، یک حالت مشورتی داره. یعنی شما میتونید راحت نظراتتون رو بگین، اگر نظراتتون خوب بود من حتما توی پست بعدی میارم. بحث برتری طلبی نیست، نمیخوام جدل کنیم، میخوام ببینیم آقا نظریات چی هست. همین آقا مثلا مسلمان‌ها اینو گفتن، آتئیست‌ها اینو گفتن، یهودی اینو گفته، مسیحی اینو گفته، مثلا دیگه قضاوت با خودتونه، اینکه کدوم نظریه درست هست خودتون باید انتخاب کنید. همه انسان‌ها مختار هستن و خداوند به انسان‌ها اختیار داده که انسان‌ها انتخاب کنن و هیچ کسی نمیتواند کسی دیگر رو در انتخاب خوب بعد مجبور کنن. لا اکراه فی الدین، اصلا اصولا چنین مسئله اکراه بردار نیست، نه اینکه کسی بخواد اکراه کنه و ما جلوشو بگیریم. مثلا نمیشه کسی رو در این زمینه اکراه کرد و مجبور کرد، چرا که در ادامه و در آینده و در معاد و برزخ خدا میخواد از اونها بازخواست کنه و باید بتونه، یعنی باید یک جوری باشه که بشه اون رو بازخواست کرد، و اگر مجبور باشه خب بازخواست هم نیست. همونطور که اگه جهل داشته باشه بازخواست نمیشه، اگر مجبور بشه که نیست بازخواست نمیشه. برای جهل هم بحث تکامل در برزخ پیش میاد و از اون جهت مشکلی نیست. و بعد باز دوباره امتحان هم هست بعد تکامل اینا. قرار نیست کسی قصر در بره. بعضی فکر می‌کنن قصر قراره در، نه، هیچ کی قرار نیست قصر در بره. همه یک روز امتحان خواهند شد. اگر تو این دنیا نشن عوالم بعدی امتحان خواهند شد. حالا بعداً در پست بعدی میگم چه مکانیزمی داره. حالا بذار ما اول اینا رو بررسی کنیم، خیلی طول نکشه. پس ببینید این خیلی مهمه که ما نمیخوام جدل کنیم، نمیخوام طرف مقابل رو خراب کنیم. این خیلی مهمه. من تو پست قبلی دیدم ایده توهین کرده بودن به استاد صبوحی. من کامنت رو حذف کردم، با اینکه از صمیمیترین دوستان بنده بودن. متاسفانه من مجبور شدم کامنت رو حذف کنم. من تعارف که ندارم که. من اگه ببینم با آتیستم داره فحاشی میشه، داره توهین میشه، داره تمسخر میشه، من کامنت رو حذف میکنم. خودمون از چه نظر برتر میدونیم؟ ملاک عمل ماست. ما که نمیدونیم طرف چقدر اطلاعات داره، آیا عمدن داره این کار میکنه یا سهوا، ما نمیدونیم. شاید جهل داشته باشه، شاید وضعیت اخروی اون بهتر از من باشه، شاید اون بهشتی باشه من جهنمی باشم. چه تضمینیه؟ کی گفته چون من مثلا خدا باور هستم قطعا میرم بهشت و اون چون خدا ناباور هست قطعا میره جهنم؟ کی گفته این چیزی رو؟ یک اشتباهی که سالیان سال من از این مذهبی‌ها میدیدم، اما گوش شنوا حالا تجربه نزدیک مرگ اومده اینها رو داره آشکار میکنه. اونا تعجب کردن که چه جالب، خارجی هم دارن میرن بهشت. خب بله، شما نگاهت غلط بود. چون تو بحث آتئیسم ذهن شما به سمت شکاکیت میره و ما دچار شک میشیم. اصولا شک برای عوام در حالت معمولی در زندگی روزمره، شک گذرگاه مبارکی اما قرارگاه خطرناکی. یعنی شما اگر شک بهت وارد شد، اگه بری دنبال پاسخ به اون سوال یک طمأنینه قلبی پیدا کنی، خب این خوبه، گذرگاه مبارکی است، چرا که شما قوی میشی. مثل یک واکسنی عمل میکنه، کم دردت میگیره اما بعدش قوی تر میشی. اما
قرارگاه خطرناکی، یعنی انسان تو همون شک بمونه، قائل به شکاکیت بشه، همش شک کنه. این اصلا خوب نیست، خلاف سیره زندگی همه انسان هاست. همه انسان ها تعاملات خودشون رو، زندگی روزمره خودشون بر اساس طمأنینه قلبی پیش میبرن، نه شک و تردید. ما حتی قاعده داریم در اسلام، استصحاب، یقین سابقت با شک لاحق، با شکی که در ادامه میاد از بین نبر، بلا تنقض الیقین بالشک ابدا. حدیث داریم، مثلا ما میگیم شک داریم اول رمضان است یا آخر شعبان، یقین خودت رو با شک جدید از بین نبر، بگو همون شعبانه. حالا اگر وسط روز مشخص شد رمضان، بعد ما رمضان روزه قضا رو به جای میاری. سیره عقلا اینطور هست. و اصلا ایمان هم که میگیم، ایمان از امن میاد، یعنی انسان احساس آرامش بکنه. همه انسان، اصلا بحث خدا باور خدا ناباور نیست، همه انسان ها به سمت این میرن. اما در مسائل علمی برعکس، تو مسائل علمی شما باید خودتو به شک بندازی، اصلا از امن هم که شده خودتو به شک بندازی. چرا؟ چون شما وقتی خودتو به شک انداختی و شبهات مطرح شد و بعد بهش پاسخ دادی، به نظر درستری میرسی. اینکه انسان شک رو برای اینکه خودش رو وادار کنه با یه دقتی، حتی با یه وسواسی به موضوع نگاه کنه، خیلی خوبه. حتی توی کارهای علمی تمام کوشش اینه که ثابت کنیم مطلبی که ما باور داریم، ما قبول داریم، ما درست میدونیم غلطه، و اینه که پیشرفت علم رو موجب شده. همه میرن به جهت اثبات غلط. برای همین مثلا من این پست‌ها که میخوام برای شما بگم، دائما با افراد مختلف صحبت میکنم، تو هر زمینه که تخصص دارم صحبت میکنم، اونها هی شبهه مطرح میکنن، من هی میرم جواب میدم تا نهایتا به نتیجه میرسم که تازه باز هم میبینم گاهی ممکن نقدی وارد بشه که من مجبور شم اصلاح کنم، و اگه خیلی ریشه‌ای نقد وارد بشه من مجبور شم اصلا پست رو حذف کنم یا نهایتا تو کپشن بنویسم مثلا پست شماره 11 من اینکه شیاطین ملکوتی اصلا آیا وجود دارن، شیاطینی که از بعد به تولد مأموریت عذاب داشته باشن، یا وجود دارن، یعنی جنسشون از جن باشه، اصلا وجود خارجی دارن یا ندارن. اینو من شک کردم، مجبور شدم پست ها رو در آپارات و تلگرام و یوتیوب حذف کنم و دوباره بذارم، ولی تو اینستاگرام عوض نکردم، فقط کپشن اضافه کردم. به حال عجیبه، میگم جن یک موجودی است که ما اطلاعات کمی ازش داریم. تو مسائل علمی پس ما خودمون رو به شک میندازیم، بنابراین اصلا به هیچ عنوان بنده توصیه نمی‌کنم این رو همه افراد این پست های آتئیسم رو در واقع بررسی کنن و گوش کنن. اگر احساس کردین که حالتون داره بد میشه، یعنی خوب نیست براتون، توصیه اکید میکنم که پست‌ها رو به هیچ عنوان، پست آتئیست رو اصلا گوش نکنید به هیچ عنوان، و حتی شده از این صفحه برید، صفحه رو آنفالو کنید یا حداقل گوش نکنید. متوجهین؟ چون پست‌های بعدی که غیر آتیسمی هست، خب اونام شاید براتون مفید باشه. حالا اون دیگه بستگی به خودتون داره، ولی به هر حال اگر احساس کردید که اینا اذیتتون میکنه، روانتون رو داره به هم میریزه، به شما به سمت این مسائل نرید. در روایت هم نقش شده گفتن که خودتو در شبهات ننداز و اینا به هلاکت میفتی. اصولا انسان وقتی به سمت کفر، یعنی کارش به کفر کشیده میشه که خودشو در ورطه شبهات بندازه و به سمت شکاکیت بره. یعنی این مسیر رو همه کسانی که کافر واقعی هستن طی میکنن، کافر واقعی. ما از شکاکیت برحذر شیم، چون انسان وقتی شک داشته باشه اصولا روانش به هم ریزه، دیگه نمیتونه زندگی کنه. خداوند جهان رو به گونه‌ای خلق کرد که انسان‌ها دوست دارن به سمت طمأنینه و آرامش قلبی برن، ولو به سمت کفر برن. یعنی ولو به سمت این خود اون آتیست هم چه بسا آرامش قلبی داره با آتیست بودنش. برای همین هست که وقتی ما میگیم آقا روح وجود داره، اون یه گارد میگیره. چرا؟ چون دوست داره طمأنینه قلبیشو داشته باشه. وقتی شما یک مسئله رو عنوان می‌کنید تحت عنوان روح، یه مرتبه یک تیشه به ریشه تفکرات اون میزنه، یک لرزی به ساختمون تفکرات این میخوره و گارد میگیره، چون نمیخواد به سمت شکاکیت دوباره بره. متوجه؟ یه نعمتیه، طبیعیه که اونها گارد میگیرن، شما هم گارد میگیری، همه انسان همینجوریان. یک سیری داره مسیر انسان از آتئیست به سمت غیر آتئیست یا از غیر آتئیست به سمت آتئیست، سیری داره، یعنی تدریجیه، یه دفعگی نیست، امکان نداره اصلا. برای همین اصلا توقع نمیره که من این پست‌ها رو که میذارم اینها مثلا یه مرتبه دگرگون بشن. نه خیر، باید بشن با خودشون فکر کنن، سبک سنگین کنن، با خودشون لجبازی نکنن. خیلی مهمه، چون اینقدر انسان قدرت داره که میتونه خودش با خودش لج کنه. خیلی جالبه، خودش با خودش لج کنه. مثلا معاویه میدونست جهنمی میشه، کافر بود، خودش میگفت در گفتگویی که با عمرو آس داشت، میگفت من قطعا جهنمی میشم. یا مثلا عمر سعد در گفتگویی که با امام حسین علیه السلام داشت، ترجیح داد حکومت دنیا رو، ترجیح داد به شهادت. میتونست بره اصلا توی میدون نباشه، مثل خیلی که نبودن تو میدون کربلا، اما نه، روبروی امام واسطا.
دست و پا که بسته باشه برای حرف ما بهتره. تو رو خدا دستمو باز کن. بذار بسیار خوب، بسیار خوب. آروم باش، آروم باش، آروم باش. از خودم بیزارم. ببینم چته. بیزارم از خودم. چرا به این روز سیاه افتادی؟ آروم بشم. چطوری آروم بشم؟ تا ابد حسرتش با من میمونه. چه حسرتی عبیدالله؟ صبح تا 1000 بار به خودم گفتم اما آروم نمیشم. دارم داغون میشم. از خودم بدم اومده الیاس، از خودم بدم اومده. یعنی اصلا اینقدر قدرت داره که با اینکه میدونه حق با کیه، یعنی میدونست عمر صد میدونست، خودش به امام حسین گفت نمیتونم از حکومت بگذرم، یعنی نمیخواست بگذره. انسان اینقدر قدرت داره که اگه یقین هم کرد باز هم به اون یقینش ترتیب اثر نده. جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، انکار کردن کفار واقعی، نه آتیستا، انکار کردن در حالی که نفسشون به دنبال یقین بود. ببینید اصلا خود همه آیه هم دقیقاً نشون میده که شالوده این عالم بر اساس رفتن انسان‌ها به سمت یقین و اطمینان هست. نفسشون با اینکه یقین می‌خواست اونا انکارش کردن، برخلاف وجدانشون عمل کردن. خدا ناباورها میگن ما خدا ناباوری رو موجه‌تر می‌دونیم. البته بعضیشون میگن که ما قطعی خدا ناباوری رو قبول داریم. بعضی میگن نه، ما نمیایم بگیم 100% خدا نیست، میگیم دلایلی که خدا باورها، اونا میگن دلایلی که خدا باورها برای خدا باوریشون اقامه کردن به نظر ما موجه نیست و مخدوشه و میان دونه بدونه رد میکنن، و دلایلی هم که خدا ناباورها ارائه کردن موجه‌تر هست. اما این که بگیم خدا قطعا نیست، نه اینو نمیگیم، ولی نمیگیم هم که خدا قطعا هست، ولی در مجموع دلایل خدا ناباورها رو موجه‌تر و معقولانه‌تر از دلایل خدا باورها میدونیم. این تز اونهاست. ایتیزم به طور کل من اینطوری تعریفش میکنم، من تعریف خیلی استاندارد آکسفوردیشو میرم که lack of belief in the existence of God or gods، یعنی نداشتن باور به وجود خدا یا خدایان. یعنی میگم آقا ما اصل رو بر این میذاریم که برای این که ما بتونیم از طریق علم جهان رو توضیح بدیم مفروضمون بر اینه که ماوراء طبیعی نیست، ولی ادعای ما این نیست که ماوراء طبیعی نیست. برای همین همچین مدلی از طبیعتگرایی لزوما ادعا نمیکنه که خدا نیست، میگه من باوری به وجود خدا ندارم. وقتی ما باور به وجود خدا نداریم یعنی lack of belief داریم، یعنی یه چیزی کم داریم. من همیشه اینطوری میرم، نمیدونم شما چطور تعریف میکنید، چون خیلی‌ها به ما میرسن، شما مثلا خودتون تجربه رو داشتین که میگن آقا آتئیستا یعنی کسایی که میگن خدا نیست. من میگم آقا لزوما من نمیگم خدا نیست، یعنی بارو از دوش خودم برمی‌دارم، راحت، خیلی راحت تره، توپو میندازم تو زمین اونا، و این استراتژیه که فکر میکنم خوبم کار میکنه. وقتی که میگیم که آقا ما ادعایی نداریم، من میگم من ادعای مثبت ندارم، یعنی پازیت نمیکنم هیچی رو. شما میگی خدا هست، شما بگو، ولی من ایتیستم، یعنی باور به وجود خدا ندارم. خیلی هم سریع بعدش میرم سراغ تکشاخ و ابوالهول و سراغ این چیزا. میگم همونطور که شما به تکشاخ باور نداری منم به خدا باور ندارم، ولی شما نمیگی تکشاخ نیست، منم نمیگم خدا نیست. آیا این کافیه؟ ولی آتئیستای سخت به اینسنت بودن رأی میدن، یعنی میگن خدایی نیست. پس وقتی میگیم اینا خدا ناباور هستن به این معنی نیست که اونا قطعا ثابت کردن که خدا نیست. هیچ کسی نمیتونه، حتی اونایی که ادعا میکنن قطعی، اونا نمیتونن ثابت کنن خدا نیست، نهایتا دلیل ما رو رد کنن. دقت داشته باشید مطالبی که من در ادامه میذارم در مورد آتئیسم، احتمال بسته شدن این صفحه هست، به خصوص در مورد داروینیسم که من پست میذارم. اگر حذف شد من فعالیتم رو در تلگرام و در آپارات و در روبیکا و یوتیوب ادامه میدم. اگر دوستان من دیدم که کلیپ من رو نقد کردم، من دوباره اونها رو نقد خواهم کرد. اگر هم واقعا اشتباهی من کرده باشم و نقد اونها وارد بشه که خب اطلاع میدم. یک مسئله که خیلی مهم هست و تو این مسائل بحث الحاد و ایمان که مطرح میشه، یک سر قضیه همیشه شیطان هست. خیلی مهمه که تو این بحثی که ما داریم شیطان رو در نظر بگیریم و اینکه شیطان همیشه تو ذهن ما قضاوت‌های زود هنگام رو القا میکنه. خیلی باید مواظب باشیم که دشمنی و دعوا بین ما القا نکنه، یعنی تصویرسازی ذهنی برامون نیاره که بخوایم فکر کنیم ما بهتریم، دچار عجب بشیم، خود برتربین نباشیم، فکر نکنیم ما عاقبت به خیریم اونا عاقبت به شرن. اصلا اینجوری نیست. ببین شما این یک حربه شیطانی، برای اینکه میخواد شما در صحبتی که دارید خراب کنید، میخواد کار شما رو به هم بریزه و شما رو به جدل بکشونه، به دعوا بکشونه، تا بحث منحرف بشه و
نذاره گفتمان آزاد شکل بگیره. تو گفتمان آزاد همیشه یکی از مشکلاتی که وجود داره همین هست که انسان‌ها به همدیگه بپرن. خب شیطان اینو دوست داره. اگر بحث کاملا مستدل و منطقی باشه شیطان خیلی بدش میاد. نمیخواد بذاره که بحث کاملا مستدل و دوستانه پیش بره. میخواد قضاوت‌های زود هنگام باشه، انسان‌ها همدیگه رو زود قضاوت کنن که به جون همدیگه بپرن و بعد تو این دعوا حق روشن نشه. اونی که برای شیطان مهمه اینه. میخواد حق روشن نشه. کی حق روشن نمیشه؟ وقتی که دعوا باشه. حتی اگر یه گروه هم حق باشه، حق خاموش میشه. اون نورانیت خودش از دست میده. تو جدل، بر همین اصلا روایت داریم میگن جدل نکن. این خیلی مهمه که ما توی این بحثامون زود انسان‌ها رو قضاوت نکنیم. ما آتئیست‌ها رو قضاوت نکنیم. خودمون رو برتر نبینیم. اینا رو کافر ندونیم. کافر با آتئیست فرق میکنه. کافر میداند، به علم رسیده که حق و باطل چیست، اما میگه من جهنم رو انتخاب میکنم. ممکن میگه همیشه آدم پیدا نمیشه. چرا پیدا میشه؟ پیدا میشن. انسان خیلی موجود عجیبیه. با اینکه میدونه میره جهنم اما بازم خب یعنی انتخاب میکنه، دنیا رو برای آخرت ترجیح میده. با خدا دعوا داره. یک راه حلش اینه. ما وقتی داریم بحث میکنیم با آتئیست ها و حرفای اونها رو میشنویم، با جهان بینی اونها به قضیه نگاه کنیم. وقتی با جهان بینی اونها به قضیه نگاه میکنیم، میفهمیم که اون از چه دریچه‌ای دارن به جهان نگاه میکنن. خب بهشون حق میدیم. میگیم بله با توجه به تفکری که این داره خب معلومه. یعنی من واقعا وقتی تفکر آتئیست ها رو بررسی کردم، یعنی اعتقاداتشون رو و کلیپ‌های مختلف رو دیدم از اینا، خب بهشون حق دادم. اصلا من تعجب میکنم که چرا اینا نمیگن قطعا خدا نیست. یعنی با این خدایی که اینا دارن توصیف میکنن که واقعا اصلا جای تعجب داره. چرا همین احتمال رو هم اینا میدن که خدا هست، با این خدای جلادی که اینها تو ذهنشون هست که خدای خونریز و دیکتاتوری هست اون بالا واسطاده و فقط بلد انسان‌ها رو عزت آزار بده. چون خوب شبهات زیاده. شبهات وقتی زیاده جهان بینیشون اینجوری هست، طبیعتا خب سخت اینو روح رو قبول کنن. چون میدونن اگر روح رو قبول کنن تصورشون برای اینه که باید اون خدایی که تو ذهنشون هست رو قبول کنن، در حالی که اون خدا اصلا خدا نیست. تصورش اینه که خدا هست. این شبهات رو مطرح کردن، اینا فکر کردن که اون خداست، در حالی که اونا خدا رو نقد نکردن. یه چیزی تو ذهنشون تحت عنوان خدا آوردن، اون رو نقد کردن. اون خدا نیست. حالا بعد پست بعدی رو بذارم که متوجه بشین. این خیلی مهمه. ببینید شما وقتی میخواین با آتئیست بحث کنین، من که بحث نمی‌کنم. اگه شما خواستین حالا بحث منو شنیدین، خواستین با اونها در یوتیوب بحث کنین، اول خودتون برتر از اونها نبینین. واقعا همینجوری نه که خودتون گول میمالین، سر خودتون رو دارین گول میمالین. نه، واقعا ممکنه اون در اون دنیا وضعش بهتر از شما باشه، چون نمیدونسته. تو که مسئولیت بیشتره. که یکی این اینکه به قضاوت‌های سطحی دچار نشیم و دشمنی بین ما ایجاد نشه، سریع اینو به خودتون بگین که شیطان خنثی بشه. یکی این که خودتون جای اونها بذاریم، از جهان بینی اونها، از دریچه جهان بینی اونها و ذهن اونها به قضیه نگاه کنید تا براتون ملموس بشه و بدونید شبهات رو درک کنید، متوجه بشید که چرا اینها دارن این شبهه رو مطرح میکنن. یکی دیگه از عواملی که باعث میشه شیطان موفق بشه در اینکه ما قضاوت‌های زود هنگام نسبت به طرف مقابل داشته باشیم، این هست که ما تو ذهنمون این باشه که مطلب ما رو طرف مقابل باید حتما بپذیره. ما وظیفمون این نیست. قرآن هم میگه ان علیک البلاغ. ببین انسان‌ها اختیار دارن. خداوند این اختیار رو به انسان‌ها داده، این احترام رو گذاشته که انسان بتونه 180 درجه مخالف با رضایت خدا عمل کنه. دیگه شما بالاتر از خدا که نیست، بالاتر از پیغمبر که نیستی. که اونی که پیامبر بود نتونست ابولهب رو ابوذر کنه، دیگه شما که جای خود داره، ما که جای خود داریم. گاهی اوقات شیطان اینجوری تو ذهن ما القا میکنه که تو باید حتما یه کاری یه جوری بگی که اون بپذیره و اونم حتما باید بپذیره. نه، اینجوری نیست. بایدی در کار نیست. وظیفه ما قبولوندن نیست. وظیفه ما این هست که مطلب رو برسونیم، مطلب ما رو بفهمه. همین. بفهمه موضع ما چی هست. همین که موضع ما رو بفهمه تمام هست. دیگه تمام. هر کسی قرار حساب کتاب خودشو بده. اگه خودش نخواد کسی رو نمیشه مجبور کرد. پیامبر دست همه انسان‌ها رو نمیگیرن، فقط میگن دستو بده به من. اگه دستشو داد، پیامبر دستشو میگیره و میاره. اگر نداد دیگه خودش میدونه. ببینید که خیلی از اینا که دستشون نمیدن به خاطر میگم مطلب رو فهمیده اما داره توجیه میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر این ذهنیتایی که داره. یعنی با خودش میگه من اگه قبول کنم باید کل ذهنیتم رو تغییر بدم. من نمیتونم من این خدا رو بپذیرم. این تفکرات شیعیان رو که دارن مثلا ترور میکنن، دارن فلان میکنن، اینا رو بپذیرم. مثلا حکومت، حالا خیلی هم سیاسی میبینن بعضی مسائل رو، حکومت ایران فلان است و داره ترور میکنه، داعش رو از این ور میبینن و باهاش فکر میکنن اگر کسی خدا رو بپذیره بعد همه اینا رو مثلا بپذیره. نه، اینجوری نیست. حتی در عمل هم اینجوری نیست که فکر کنن حالا اگر بپذیرن بعد خودشون به زحمت بندازن برن نماز بخونن. نه، اینا واجب نیست. اینا واجب هستا. یک گناه عملی داریم، یک گناه اعتقادی. اونی که باعث عذاب ابدی بنا به یک نظر و عذاب مستقل حالا غیر ابدی بنا به یک نظر دیگه میشه، کفر است. عدم پذیرش اعتقادی. همین خودش یک بحث جدایی در قرآن داره و خیلی برای خدا مهمه. به هر حال حق الله. خدا براش این مسئله بسیار مهمه. میگه کسی منو انکار کنه عذاب ابدی داره. ظاهر قرآن اینو میگه.
خب حالا البته اینو با شبهه مطرح می‌کنن چه خدایی که مثلا نیاز به مثلا ایمان ما داره، از این حرفا میزنن، حالا اینو بعدا توضیح میدم. ولی به هر حال حقیقت کفر اینه که انسان اینقدر دچار عذاب میشه. تجربه واقعا باقر حسین زاده در زمینه ببینید خوبه. مسائلی که در تجربهش گفتن خیلی سطح بالا بود. یه گناه کفر داریم، یه گناه عملی داریم. اصلا لزومی نداره که اگر کسی خدا رو پذیرفت حتما بره اونا رو عمل کنه، میتونه عمل نکنه. مثل خیلی از مسلمان‌ها که عمل نمی‌کنن به اون چیزی که میدونن، ولی در اعتقادشون قبول دارن. لجبازی که نمیخوام بکنیم که، چون فقط خودمون ضرر میکنیم، کسی رو تو قبر کسی دیگه نمیذارن. بنابراین این تصور که فکر کنن اگر مثلا خدا رو قبول کنن بعد نظام ایران رو قبول کنن مثلا، یا مثلا بعد برن حجاب رو رعایت کنن، نه اصلا اینجوری نیست. این یک چیزی است و اون چیز دیگر. فکر نکنن که اگر مثلا قبول نکردن تو اون دنیا میتونن سربلند باشن. مثلا اگر من خدا رو قبول نکردم تو اون دنیا سرم رو میتونم بلند کنم، برفرض اگر خدای باشه بگم خب من نمیدونستم. نه خیر، بحث اینه که شما هم جهل تقصیری داری نه قصوری. جهل مرکب دیگه نداری. اون برای افرادی هست که جهل مرکب داره، ولی شما فرض بر اینه که فهمیدی اما میخوای بگی نه من قبول نمیکنم، که بعد اگر قبول کنی یه سری مثلا احکامی داره. خب شما الان با فرض که فهمیدی در حکم کسی هستی که جهل تقصیری داری، و کسی که جهل تقصیر داره مثل کسی است که علم داره به لحاظ شرعی. یعنی خدا از شما بازخواست میکنه که کلا چرا نماز نخوندی، با اینکه فهمیدی من خدا هستم ولی لجبازی کردی و گفتی نه نیستم، در حالی که اگر قبول میکردی باید کلی نماز میخوندی و نخوندی، پس بازم مؤاخذه میشه. پس اینا فکر نکنن که اگر مثلا قبول نکردن احکام نیست. نه، احکام سر جای خودش محفوظه. شما از اونها در هر صورت بازخواست میشه اگر به نتیجه رسیدی و نمیخوای قبول کنی. یه موقع به نتیجه نرسیده خوب بحث نیست، اما شما به نتیجه رسیدی اما با خود میگی نه من اگه قبول کنم مجبورم کل نماز بخونم. خب شما الان هم قبول نکنی، اگه فهمیدی خدا حق است قبول نکنی، بازم ازت بازخواست میشه. برای من نگرانی از بابت آدم نباید داشته باشه. خیلی میگفتم خدا یه نشونه به من بده. آیا میتونم حالا که نشونه هم به من داده شده همون آدم سابق باشم؟ مسلما نمیتونم همون آدم سابق باشم. پس شما در حسرت داری ضرر میکنی، چون خود عقیده خودش عذاب داره به تنهایی و مستقل. شما فقط داری عذاب خودتو نسبت به گناه اعتقادی زیاد میکنی، چون گناه عملی که سر جاش هست، با فرضی که شما جهل مرکب نداری و جهل تقصیر داری. گناه عملی که سر جاش هست، حالا گناه اعتقادی هم هست. خب ما داریم میگیم آقا شما حداقل گناه اعتقادی نداشته باش دیگه، حداقل تو ذهن بپذیر روح هست، معادی هست، حالا برای هر کار میخوای بکنی بکن. برای شما که فرقی نمیکنه. نمیگیم عملت حتما باید تغییر بدی که شما گارد میگیری. اینو من گفتم شاید تو ذهن اونها این باشه و این مسئله در واقع مانع شده باشه که اینها بپذیرن. اینو گفتم که به هر حال این مسئله مانع پذیرش اونها نسبت به اینکه خدا هست نباشه. فکر نکنن اگر فهمیدن خدا هست ولی بگن نه نیست، خدا تو اون دنیا بر اساس حرف ظاهر اونها حکم میکنه. نه، خدا در درون دل شما هست و علیمون به ذات الصدور هست. خدا دقیقاً میدونه که شما چرا نمیپذیریش، حتی این رو هم حتی میدونه. فقط خداباوران یه سرگردن از شما جلوترن، چون اون حداقل به لحاظ اعتقادی پذیرفته. اگر میره اختلاس میکنه، اگر میره هر گناهی میکنه، هر غلطی میکنه، حداقل یه سرگردن از شما بالاتره و اون پذیرش این که خدا هست. اگر فرض کنیم که باز اونم از اون جهل و مثلا آب و اجدادی اون نباشه و تقلیدی کورکورانه نباشه که خیلی متاسفانه اینجوری هم باز اصلا نمیدونه چرا خدا هست، تفکرش و اعتقاداتش واقعا سست هست و کافی چند تا شبهه بهش وارد کنن آتیسم میشه. یعنی به همین راحتی آتیسم. من خودم به شخصه وقتی با انسان‌ها تعامل دارم در طول زندگیم، یعنی از وقتی که با قرآن سر و کار داشتم که تقریبا از سال 87 میشه، یعنی الان میشه 15 سال، این دید رو به انسان میده که انسان به موجودات دیگه بر اساس عمل به علم اونها بهشون بها بده، نه بر اساس امکاناتشون. و حقیقت من حالا جسارت نباشه واقعا فرقی نمیکنه برای من یه ایرانی مثلا دارم باهاش صحبت میکنم یا یک مثلا آمریکایی، برای من فرق نمیکنه واقعا. چون غالب انسان‌ها وقتی باشون صحبت میکنم میفهمم که الکی آتئیست شدن یا غیر آتئیست. به هر حال من خودم برام واقعا فرقی نداره وقتی با هر انسانی برخورد میکنم، مسیحی باشه، یهودی باشه، اصلا ادیان و اینها میدونم خیلی از اینا آب و اجدادی هستن و تقلیدی میرن جلو. حالا که بحثش اینجا شد من این رو بگم که ببین یک چیزی هست که در رساله میگن تقلید در اصول دین جایز نیست. اون چیزی که مهم است اطمینان قلبی هست. برای یک بچه 9 ساله اطمینان قلبی براش ممکنه حرف پدر مادرش باشن و همین کافیه. یعنی لازم نیست بره کتاب تخصصی بخونه، متوجهین؟ اما برای فردی که مثلا 20 ساله میشه خودش خود به خود احساس نگرانی میکنه و میفهمه استدلال‌های پدر مادری دیگه جوابگو نیست. یک شکاکیتی درش به وجود میاد. اینجا باز واجبه به طمأنینه برسه. این اضطراب درونی نشون میده اون کفایتی که تا مثلا سن حالا مثلا 20 سالگی در این مثالی که من زدم، این کفایتی که داشت به لحاظ تقلید در اصول دین، یعنی تکلیف روش نبود،
این برداشته شده، الان تکلیف اومده. باز همین که دچار اضطراب درونی شده، همه انسان‌ها اینجوریان، وقتی به این درجه میرسن احساس میکنن باید دلیل قانع کننده باشه. اینجا باید برن به سمت پاسخ به شبهاتی که براشون اومده و برن تحقیق کنن، بررسی کنن. میخوام عرض بکنم متناسب با هر سنی خدا از اون فرد اطمینان قلبی رو توقع داره و تحقیق رو توقع داره. متناسب با اون سن طرف باید شبهات رو بهش پاسخ بدن، چون دیگه نمیپذیره. سنش که بالا رفته قاعدتا باید دلایل عقلانی‌تر و موجه‌تری رو بهش بدیم تا در طمأنینه قلبی قرار بگیره. هم که در طمأنینه قرار بگیره و براش مستدل باشه کافیه، حتی اگر آتئیست بشه. این خیلی مهمه. یعنی اگر با طمأنینه قلبی به آتئیست بودن برسه، این بهشتی میشه. این خیلی مهمه. اشتباه نکنید، فکر نکنید حتما باید با تحقیقش به اسلام برسه. نه، مهم اصل تحقیق هست و با طمأنینه قلبی به هر چی که رسید، اگر واقعا کوتاهی در تحقیقش نکرده باشه، این شخص مهمه که حق پذیر باشه. اگر حق پذیر باشه بمیره، به بهشت میره، مهم نیست. خدا که کینه‌ای انتقامی نیست، نمیخواد انتقام بگیری که نیازم به ایمان ما نداره. حالا در رابطه با اینکه اگه نیاز نداره چرا امتحان میکنه، اینو در پست‌های بعدی بحث میکنیم. به هر حال اونی که مهم هست این هست که تحقیق انجام بشه. اگه تحقیق انجام بشه و کمکاری نشده باشه، اون شخص ولو به نتیجه که خدا نمیخواد رسیده باشه معفو هست و بازخواست نمیشه. میشه داخل در جهل مرکب، جهل قصوری، نه جهل تقصیری. یعنی وقتی با آمریکایی صحبت میکنه، خودت به جای آمریکایی میذاری، خب شما هم مثل هم آمریکایی میشید، مثلا تفکر مثل اون میشید، با توجه به فرهنگ اون، با توجه به پدر و مادر اون و آموزش‌هایی که در دانشگاه و مدارس میبینن و اینها، ما هم جای اونا بودیم، هم تفکر بدون کلیم، یا برعکس اگه اونم به جای ما بود همین تفکری داشت. البته احتمال زیاد اینکه من بخوام افتخار کنم یا خودم برتر بدونم اصلا واقعا توجیه نداره. تجربه نزدیک به مرگم، چون حقیقت رو به ما نشون میده، داره همین رو به ما میگه که اینقدر گیره به این تفکرات ندیم. تفکر بعد از ظهور امام زمان هست که چون حق و باطل کاملا مشخص میشه، اونجا دیگه اگه کسی مخالفت کنه کاملا مشخص میشه. کافر معنا داره، منافق معنا داره، مؤمن معنا داره. دیگه همه انسان از این سه حال خارج نیستن. یهودی، مسیحی یا مثلا تفکرات مختلف و این همه فرقه و اینا دیگه کلا جمع میشه واسه ایده. اینو نمیدونن، خیلی نمیدونن و میان مثلا بر اساس آیات قرآن انسانا رو قضاوت میکنن. آیات قرآن با فرض علم هست، با فرضی که طرف میداند. مثلا موضوعا دیگه از بحث خارج میشه. آیات قرآن، خیلی از آیات قرآن از بحث ما خارج میشه. در آخرالزمان از بحث خارج میشه. اصلا بحث آخرالزمان جهل غالبا، آیات قرآن موضوعش علم غالبا. ممکن میگم نه الان خیلی دیگه برای حداقل تو ایران مثلا قرآن میخونن علم دارن دیگه، یعنی چی؟ نه، علم هم درجه داره. نسبت به خداباوری علم داره، اما نسبت به جزئیاتش مثلا علم نداره. مثلا نسبت به که نماز باید بخونه نخونه علم نداره. مثلا به همون میزانی که طرف علم داره ازش بازخورد میشه. تو خارج از کشور نسبت به اصل مثلا طرف علم نداره. خدا هست مثلا بدیهی ترین مسائلی که ما خیلی بدیهی میدونیم و علم نداره مثلا، و اصلا هم دلیلی بر این نیست که ما برتریم مثلا. بله اطلاعاتمون بیشتر، خب بله این هست، باید هم بیشتر باشه و خدا از ما به همون میزان توقع داره. پس اصلا جای خود برتربینی، جای خودپسندی، عجب، تکبر، اصلا جای این چیزا نیست. واقعا هیچ برتری نیست. ممکن میگه آیه قرآن میگه و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما برترید اگر مؤمنین. این اصلا آیه‌اش با بحث جنگ و بحث اینا قاطی کنیم مسائل. آیات رو در رابطه با همون مسئله‌ای که گفته شده استفاده کنید. باشه من گفتم بحث ایمان، کفر، اینها مربوط به زمانی است که انسان‌ها علم دارن. من خودم آیاتو میدونم. این خیلی مهمه که فروض قرآن در نظر بگیرین، یعنی حواستون باشه خدا داره با چه دیدی به قضیه نگاه میکنه و آیات رو میگه. از ورم آتئیستا دارن با چه دیدی به قضیه نگاه میکنن تا بحثا براتون قاطی نشه و دچار اشتباه نشه. در پست آتئیسم کلا ما مجبور میشیم خیلی جاها به ذات خدا خیلی فکر کنیم و در روایات نشده از اینکه به این مسائل فکر کنیم، چرا که خیلی از مسائل به ذهن زمینی ما قد نمیده و چون نمیفهمیم انکار میکنیم، میگیم پس نیست. دقیقاً همون اتفاقی برای خیلی از آتئیستا افتاده. برای همین ما رو نهی کردن و به همون ایمان گفتن بسنده کنید. اون چیزی که خدا از ما میخواد ایمان هست، یقین 100% نیست. حتی برهان نظم هم که خدا در قرآن گفته برهان 100% نیست، یعنی فلسفه‌مون 100% و یقینی نمیدونن. یعنی خدا از ما توقع داره که ما از این نظم و این هماهنگی که در نظام آفرینش می‌بینیم، حتی آیه قرآن هم میگه دیگه، هل تری من فطور، از اینا پی ببریم که این نظم یک ناظمی میخواد، این نقش، این نقاشی یک نقاشی میخواد. همینجوری خودش که نمیشه اینا به وجود بیاد همینجوری شانسی مثلا. البته در مورد اینها آتئیستا صحبتی کردن، بعداً صحبت می‌کنیم، ولی از منظر درونی من گفتم. خب اون چیزی که خدا از ما میخواد ایمانه، یک چیز 100% که مولا درزش نره نیست. اطمینان قلبی، یقین رو ما بعد از عمل کسب می‌کنیم. یعنی اول علم پیدا می‌کنیم، علم الیقین، بعد عین الیقین که در مکاشفات و اینها رخ میده یا مثلا دلیل 100%. این با عمل ماست. وقتی عمل می‌کنیم به آنچه که می‌دانیم، اول خدا از ما ایمان می‌خواد، بعد یقین با عملکرد ما حاصل میشه و دلیل 100% که یقین قلبی پیدا کنیم. این 100% اصلا مولا درزش نره.
اول یک ایمانی باید باشه، یک دلیل معقول، یعنی بگیم معقولانه این هست که احتمال زیاد مثلا بهشت جهنم هست، با برهان نظم مثلا ثابت کنیم. این قاعدتا این دنیا باید معادی داشته باشه، همین این میشه ایمان. لازم نیست یک دلیل فلسفی 100%. اگه وجود باشه که ایمان میشه تخصصی، اگه باشه به همه باید برن کتاب بخونن و یه قفسه کتاب فلسفی و مثلا کلامی و عرفانی و اینا که حالا ثابت کنن که پس که میخواد عمل کنه به اون چیزی که میدونه. مثلا حکیمانه نیست که خداوند چنین چیزی رو از انسان‌ها بخواد. پس بنابراین برای عوام در همین حد کفایت میکنه. اونایی که میخوان تخصصی کار کنن این پستا به دردشون میخوره. تازه اونم نه همه، به نظر من ممکن اذیت بشه به لحاظ روحی روانی و من اصلا به همه سفارش نمیکنم. گفتم که مدیون نباشم، از قبل بهتون گفته باشم. به هر حال در جریان باشید و حواستون باشه. اگر دیدید حال خوبی ندارید، خوب نیست، دارید از خدا دور میشید، نمیخواید، آنفالو کنید یا حداقل این پست‌ها رو نبینید.